بصدق ربا وعرفت بحق معنى كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از نکاتی که در مورد اسماء و صفات پروردگارمان باید در نظر داشته باشیم وصفی هست که الله متعال برای اسماء و نامه‌های خودش در قرآن کریم بیان فرموده و این وصفی هست که بر زبان همه من و شما هست. اسماء الله الحسنى، نامه‌های زیبای الله متعال. یعنی این که تمام نامه‌هایی که الله متعال دارد، تمام نامه‌هایی که در قرآن یا در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای الله متعال ثابت شده، دارای کمال و جلال و دارای بالاترین حد و منتهای زیبایی هستند. بدین خاطر میگوییم که اسماء حسنای الله متعال، یعنی الله متعال بهترین نامه ها را دارد، از حسن گرفته شده. احسن و جمع احسن و حسنا یعنی بهترین و بالاترین درجه زیبایی را دارند نامه های الله متعال. و صفات الله متعال والاترین صفاتند، کاملترین صفاتند که هیچ گونه نقص و عیبی در آن وجود ندارد. الله متعال در قرآن کریم در 4 جا اسماء الهی را و نامه های خودش را با صفت حسنا یعنی بهترین نامه ها یاد کرده. الله متعال می فرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. الله متعال اسماء حسنا دارد و تمام نامه های الله متعال حسنا هستند، یعنی بهترین نام هستند، کاملترین نام هستند. فادعوه بها، و شما اگر میخواهید الله را بخوانید در دعاهای خودتان، در راز و نیازتان، در مناجاتتان، الله متعال را با اسماء حسنا که بهترین نامه ها و زیباترین نامه ها هستند الله متعال را بخوانید. یکی از گونه های جایز توسل در شریعت اسلامی توسل به اسماء و صفات الله متعال هست. همون گونه که الله متعال به ما دستور داده که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ما باید در هنگام دعا و در هنگام راز و نیاز با الله متعال به این نامه های زیبای الله متعال باید توسل بکنیم و این توسل جزء بهترین هاست
زیرا که الله متعال اسماء حسنای خودش را دوست دارد و دعا و مناجات بر مقتضای این اسما را الله متعال دوست دارد و میپذیرد و شانس اجابت دعا در صورت توسل به اسماء حسنا انشاءالله بیشتر خواهد بود. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله متعال را با اسماء حسنا، با نامه‌های بسیار زیبایش یاد بکنید. و در جای دیگری الله متعال می‌فرماید قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. بگو که صدا بزنید، فرا بخوانید الله را یا رحمان را. چی بگویید؟ یا الله یا بگویید یا رحمان، تفاوتی ندارد، هر دو یک معنی رو دارد. ایما تدعو فله الاسماء الحسنى. با هر صفتی که الله متعال را شما صدا بزنید، همان ذات واحد را شما صدا زدید. 99 نام یا بیشتر از 99 نامی که الله متعال دارد، اگر شما با این نامه ها الله متعال را صدا بزنید که نامه های حسنا و اسماء حسنای الله متعال هستند، شما همان پروردگار خودتان را صدا زدید. با پروردگار خودتان که دارای این همه اسم و صفت هست راز و نیاز کردید. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى. و همچنین در سوره طه الله متعال می‌فرماید الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. الله متعال خودش را این گونه معرفی می کند که الله آن ذاتی هست که غیر از او معبود دیگری که لیاقت پرستش و بندگی را داشته باشد وجود ندارد. له الاسماء الحسنى. الله متعال دارای اسماء حسنا هست. و همچنین در سوره حشر که الله متعال یک طیفی از اسماء و حسنای خودش را معرفی می کند و ذکر می کند، الله متعال می فرماید که هو الله الخالق البارئ المصور. الله آن ذاتی هست که خالق و آفریدگار هست و صورتگر هست. هر موجودی را با یک شکل و صورتی آفریده. له الاسماء الحسنى. الله متعال اسماء حسنایی را دارد. الله الخالق، البارئ، المصور، الرحمن، الرحیم، الحلیم، السمیع، البصیر و نامه های دیگر. الله متعال دارای اسماء حسنا هست. اسماء حسنای الله متعال همان گونه که متعدد هستند و هر یکی از این اسما دارای یک موضوع هست، یک معنی خاصی رو دارند، گویای یک صفت خاصی هستند از صفات الله متعال. مثلا وقتی که ما میگوییم الله متعال رحمان و رحیم هست، یعنی این که الله دارای صفت رحمت هست. الله سمیع هست، نام الله سمیع هست، یعنی این که دارای صفت سمع هست. الله علیم هست، یعنی صفت علم را دارد. الله بصیر هست، یعنی صفت بصر را دارد و بقیه صفات الله متعال. هرچند که شما بیشتر اسماء الله الحسنا را بشناسید و معانی و مفهوم نامه‌های زیبای الله را شما در ذهن داشته باشید، الله متعال را بیشتر و بهتر میشناسید و هر چند که شناخت شما به الله و پروردگارتان بیشتر بشود، عبادت شما بهتر و با ارزشتر و پرمحتواتر خواهد بود و عبادتتون نزد الله متعال ارزش بیشتری را خواهد داشت. این نامه های الله متعال تمامشان توقیفی هستند،
قبلا عرض کردم در جلسات قبل که اهل سنت و الجماعت معتقد بر این هستند که هر نامی را که در قرآن ذکر شده باشد یا در سنت و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده باشد آن را میپذیرند. از طرف خودشون نام و صفتی را برای الله متعال نه اثبات میکنند و نه نفی میکنند. ما برای الله متعال از طرف خود نام نمیگذاریم بر الله متعال. صفتی را که در قرآن یا حدیث نیامده از طرف خودمون با عقل خودمون صفتی را برای الله متعال اثبات نمی کنیم. نه اثبات می کنیم و نه نفی می کنیم مگر آنچه را که الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای الله اثبات کرده اند و یا نفی کرده. عرض کردم که نامه‌های الله متعال تعدد این نامه‌ها به معنی تعدد صفات الله متعال هست و تعدد صفات الله متعال نشانه کمال الله متعال و جلال و جمال الله متعال هست. هرچند که یک انسانی را وقتی که ما می‌بینیم هرچند که صفات زیبای بیشتری را داشته باشد، هرچند که فضایل بیشتری را داشته باشد، هرچند که هنرهای بیشتری را داشته باشد، به همان اندازه در جامعه مقبول هست. الله را ما نمیتوانیم بر بندگانش قیاس بکنیم، اما الله متعال در هر صفت مدحی و در هر فضیلتی و در هر کمال و جلال و جمالی الله متعال بالاترین درجه را دارد و هرچند که شما بیشتر آشنا باشید با اسماء و صفات الله بهتر و راحتتر می توانید که الله را عبادت بکنید و با الله متعال راز و نیاز بکنید. یکی از خوبی های تنوع اسماء و صفات الله متعال این هست که ما می توانیم که بر مقتضای هر نام و صفت الله متعال نیاز خودمان را و خواسته خودمان را با الله متعال مطرح بکنیم، با راز و نیاز بکنیم، بدین گونه که در هنگام دعا ما هر صفتی را و اسمی را که متناسب با خواسته ما هست، متناسب با مشکل ما هست، آن را ذکر بکنیم. به تعبیر دیگر همان توسل به اسماء و صفات الله متعال. در هر زمینه‌ای که شما نیاز دارید و هر خواسته ای را که از الله متعال دارید، متناسب به همان خواسته اسمی را و صفتی را که همسو هست با نیاز شما، در هنگام دعا آن صفت را ذکر بکنید. و این روش دعا یک روش قرآنی هست. الله متعال به ما یاد داده ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. با اسماء حسنای الهی الله را بخوانید، دعا بکنید و الله متعال وقتی که شما توسل بکنید به این نامه ها و صفات الله متعال، دعای شما را اجابت می کند. نمونهش در قرآن کریم بسیار زیاد هست. به طور مثال الله متعال می فرماید ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، از زبان ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام. وقتی که خانه کعبه را بنا می کردند این گونه دعا کردند که ربنا تقبل منا، پروردگارا از ما قبول بکن، از ما بپذیر. خب اینجا خواسته چی هست؟ خواسته این هست که شما عملی رو انجام دادید، عبادتی رو انجام دادید، الان از الله متعال میخواهید که پروردگارا این عبادت مرا قبول بکن به بارگاه خودت. در اینجا شایسته هست که شما صفت سمع الله متعال را و نام سمیع را به کار ببرید. پروردگار از ما بپذیر، دعای ما را قبول بکن ای پروردگار، زیرا که تو شنوا هستی، تو سمیع هستی، دارای سمع هستی. وقتی که دعای مغفرت میکنید،
صفت غفار را و صفت رحمت را باید ذکر بکنید و به این صفت باید توسل بکنید. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، پروردگارا ما ایمان آوردیم، از تو مغفرت میخواهیم، از تو رحمت میخواهیم. و انت خیر الراحمین، تو بهترین رحم کنندگان هستی. چون که ما رحمت خواستیم باید صفت رحیم را، رحمان را ذکر بکنیم. وقتی که مغفرت خواستی صفت غفور را و غفار را ذکر بکنیم. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین، وقتی که فتح و پیروزی را خواستیم یا قضاوت را خواستیم این صفت را ذکر بکنیم که پروردگارا در میان ما و در میان قوم ما قضاوت بفرما، حکم بکن، زیرا که تو بهترین حکم کنندگان و قضاوت کنندگان هستی. هرچند که شما اسماء و صفات الله متعال را بیشتر بشناسید بهتر میتوانید که با الله متعال در واقع ارتباط برقرار بکنید و به همان اندازه که آشنا باشید با اسماء و صفات الله متعال، عظمت الله، جلال و جمال الله متعال را بیشتر متوجه خواهید شد. ذکر کردند که یک اعرابی اومده بود در یک جایی مسجدی و یک قاری قرآن یکی از آیات قرآن رو تلاوت فرمود و آیه سوره مائده آیه 38 هست که الله متعال می‌فرماید والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله، در مورد قطع دست هست که الله متعال می‌فرماید زن و مرد سارق را وقتی که سرقتشون و جرمشون محرز شد و به دادگاه رسید، حکم شرعیش این است که باید قطع دست بشوند. قطع دست جزاء بما کسبا، به خاطر مجازاتی هست و یک سزایی هست به خاطر کاری که انجام دادن. جزاء بما کسبا نکالا من الله، یک عقوبتی هست از جانب الله متعال. قاری قرآن وقتی که این آیه را خواند ادامه آیه را اشتباه گفت والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و در آخر گفت که والله غفور رحیم، الله متعال بخشنده و مهربان هست. خب بحث در آیه بحث قهر هست، بحث مجازات هست و غضب الله متعال هست. خب بحث قهر و غضب، قطع دست و مجازات سازگاری با صفت غفور و رحیم ندارد. وقتی که این قاری قرآن این آیه را این گونه ادامه داد که والله غفور و رحیم، هر کسی که دزدی کرد دستش را قطع کنید، الله متعال بخشنده و مهربان هست، اعرابی گفت که نه، کلام الله متعال این گونه نیست، این نمیتواند کلام الله متعال باشد. قاری قرآن پرسید که چرا، مگر کلام الله متعال را قبول نداری؟ گفت چرا، من کلام الله متعال را قبول دارم، اما این صفتی که تو ذکر کردی با این کاری که قبل از آن آمده و در مورد قطع دست هست، این دوتا با همدیگر سازگاری ندارند. بعد از آن قاری قرآن متوجه شد که اشتباه خوانده و بعدش آیه را به صورت صحیح خواند که والله عزیز حکیم، یعنی به جای والله غفور رحیم در آیه هست که والله عزیز حکیم، الله متعال عزیز و حکیم هست. اعرابی گفت که بله الان درست شد، اون کسی که قدرتمند هست، عزیز هست، میتواند دستور بدهد که دست را قطع بکنید. اما صفتی که قبلا ذکر کردی که الله متعال غفور و رحیم هست، قطع دست با صفت غفور و رحیم در اینجا تناسبی را ندارد. پس بنابراین هرچند که شما بیشتر با صفات و اسماء الله متعال آشنا باشید، بهتر میتوانید که با الله متعال ارتباط برقرار بکنید،
در دعای خودتون، در راز و نیاز خودتان بهتر میتوانید توسل بکنید. بهتر میتوانید که صفتی را که متناسب با خواست شما و نیاز شما هست آن را انتخاب بکنید و به آن توسل بکنید و این یک گونه عبادت هست و شانس و موقعیت اون عبادت شما و دعای شما بهتر خواهد شد و الله متعال چون این عبادتی را بهتر میپذیرد و خود شما هم لذت این دعا را و عبادت را بیشتر احساس میکنید. امیدوار هستم که الله متعال به ما توفیق بدهد که اسماء حسنای الهی را حفظ بکنیم، معانی و مفهومش را یاد بگیریم و در دعاهای خودمان و در راز و نیازمان با الله از این اسماء حسنا و صفات عالی و والای الله متعال انشاءالله استفاده بکنیم. تا برنامه دیگر و موضوع دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر